ای عزیز من فیافیل، پیوسته و بیکم و کاس بگویمت همه آن چیزی را که از سر ما گذشته تا حقیقت مطلق منظورت گردد. در آن ایام که قیصر اوگوست شاهنشاهی روم بودی و ایراد بزرگ شاه یهودان، خدا حضرت جبرائیل را به ناصره نزد دوشیزه پاک دامن فرستاد. نام آن دوشیزه مریم بود. مترس ای مریم، مرحمت خدا تو را نصیب گشته. آبستن میشوی، پسر بیزایی و نامی او را عیسی بگذاری. این چه می شود؟ آخر من با کی را؟ روح مقدس بر تو اثر خواهد کرد و نیروی یزدان بر تو سایه خواهد افکند. آن طفل مقدس پسری خدا خوانده خواهد شد. مریم نزد الیسابات برفت که بدین عمری گذشته این چنین آبستن بود. الیسابات، مریم، خواهر جان مریم، تو فرخنده ترین زن هستی. طفلت نیز فرخنده خواهد بود، زیرا چه آوازت بشنیدم در بطن این طفل من هم به رقص آمد. من ستایش کنم خدا را. از شادی تجلی خدای نجات بخش روحم شاد شد، زیرا من بعد اولادان پرستیشم کنند. آی مردم بشنوید، با امر شاهنشاه روم قیصر اوگوست ساکنان را سرشماری باید کرد. در قلمرو جلیل و یهودا هر کس در شهر و ده که نیاگانش به دنیا آمدند ثبت نام بکند. و مریم به ویفله یهودیه برفت تا که با نامزدی خود یوسف ثبت نام بکند. ولی در ویفله مسکنی نیافتند و آغولی خرابی را سرپناه کردند. در آن قلمرو شوبان ها بودند و رمه به چرا می بردند. شب فرشته خداوند آنان را منظور شد و نور یزدانی سرشتشان را منور کرد. امشب در شهر داوود نجات بخشی شما عیسی خدا تولید شد. پادبانان شتافتند تا نوزاد را در گهواره ببینند و مژده یا خود بشارتی از تولید نجات بخشی بنی بشر رسانند.